سلام من رنگال هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که شب سال نو هر گوشه از ایران چه غذایی درست میکنن و پشت هر غذا چه باور و چه حکمتی نهفته است و ایرانی‌ها از زمان قدیم برای چی توی هر شهری یه غذای نمادین درست میکردن. اما لطفاً قبلش این ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو هم بزنید. خب ایرانی‌ها از اونجایی که برای هر چیزی یه رسم و رسوم و آیین خاصی دارن، از خونه تکونی تا سفره 7 سین تا شب سال نو، برای شام یا نهار بعد از سال تحویل هم یه رسم و رسومی دارن. آداب و رسوم عید نوروز هم از اول تا آخر همشون مراسم‌های نمادینن که هدف همشون به جریان انداختن نیروی زندگی، انرژی مثبت و پاکسازی روح و روانن. و توی عید نوروز ما تمام کارهایی که انجام میدیم برای اینه که خیر و برکت بیشتری به زندگیمون وارد شه و اتفاقات خوبی توی سال جدید برامون بیفته. خب بریم برای غذای شب سال جدید. از معروف ترینش شروع میکنیم. سبزی پلو با ماهی. سبزی پلو با ماهی غذای محبوب و معروف بیشتر ایرانیاست، مخصوصا توی سالهای اخیر، به خاطر اینکه در قدیم همه شهرها ماهی نداشتن. حالا مثلا بیشتر شمال کشور، جنوب کشور بوده و یا جاهایی که رودخونه بوده. اما توی سالهای اخیر که حالا همه امکانات و همه مواد غذایی برای همه شهرها تقریبا یکسانه، سبزی پلو با ماهی خیلی رایج تر شده. حالا حکمتش چیه؟ حکمتی که پشت این هست برمیگرده به داستان حضرت سلیمان که توی این قصه حضرت سلیمان انگشتر خودش رو توی شکم ماهی پیدا میکنه. پس ما ماهی میخوریم به امید اینکه حقیقت رو بیشتر درک کنیم. یه باور دیگه هم وجود داره که من بیشتر به این اعتقاد دارم. ماهی نشانه حیات از قدیم تا حالا بوده و برنجم از زمان قدیم تا به حال نشانه برکت بوده توی ما فرهنگ ما ایرانی‌ها و ما نشانه حیات رو در کنار نشانه برکت می‌خوردیم و سبزی هم حکایت از برکت و زایش داره، نشانه طبیعته. بنابراین این چند تا در کنار هم بسیار بسیار نمادهای پر انرژی و قشنگی بودن برای شب سال نو و خیلی از جاها میان کوکو سبزی کنار سبزی پلو با ماهیشون هم توی شب سال نو میذارن، یا بعضی جاها خورش‌های محلیشون هم سرو میکنن، یا مثلا توی زنجان ماهی رو با رشته پلو یا پلو زعفرونی میخورن. دیگه بستگی داره به رسم و رسوم هر شهری. دومین غذای معروف رشته پلوه. خوردن رشته پلو خیلی توی جاهای زیادی از کشور معروفه، مثل آذربایجان، کرمانشاه، عراق، قسمت‌های از لرستان. و قدیما بر این باور بودن که با خوردن رشته پلو بهتر میتونن زمام امور رو در سال جدید به دست بگیرن. به خاطر همین این غذا رو برای شب عید انتخاب میکردن و بعضی جاها هم آش رشته درست میکردن، اونم توش رشته داره و همچین باوری پشتش هستش. رشته پلو از رشته پلویی درست شده و کشمش پلویی، برنج و زعفران. غذای معروف بعدی کوکو سبزیه. برخی از ایرانی‌ها توی گذشته برای شب عیدشون کوکو سبزی درست می‌کردن و گفتم که هنوز بعضی در کنار سبزی پلو با ماهیشون کوکو سبزی می‌ذارن، ولی بعضی جاها فقط کوکو سبزی خالی می‌ذارن. و جالب قدیمی‌ها بر این باور بودن که با خوردن کوکو دیگه به دنبال اشیایی که توی خونه تکونی گم شده نمیگردیم و به اصطلاح کوکو نمی‌کنیم. اما شاید استفاده از سبزی به عنوان نماد سبزی و تراوت و طبیعت هم توی غذای شب عید بوده که این احتمال به نظرم بیشتره تا قضیه خونه تکونی. گزینه بعدی دلمه است. پختن این غذا به عنوان غذای مخصوص شب عید بیشتر توی آذربایجانی ها رایجه. اونا معتقد بودن که با خوردن دلمه میتونن به آرزوهای خودشون توی سال نو برسن. دلمه که با برگ‌های مو تهیه میشه و محتواش سبزیجات معطر و گوشت چرخ کرده و برنجه و بعد از اینکه اینا رو داخلش گذاشتن خب میپیچنش و میذارنش داخل قابلمه. غذای بعدی کوفته محلیه.
بیشتر 4 محال بختیاری این کوفته محلی رو درست میکنن که با گوشت گوساله، برنج و سبزیجات معطر تهیه میشه و غذای محبوب مردم 4 محال بختیاری و برخی از مردم کرمانشاه هم هستش. غذای بعدی خورشت قرمه سبزیه. تو خیلی از جاهای ایران قرمه سبزی درست میشه، مخصوصا شهرهای ناحیه کوهستانی که این دسته از مردم اعتقاد دارن که با خوردن قرمه سبزی سالشون خیلی خوش و خرم میشه. خب حقم دارن دیگه، قرمه سبزی خیلی خوشمزه است و سالشون خیلی خوب میشه. توی قزوین قیمه نثار درست میکنن. قیمه نثار که خیلی خوش‌طعم و خوشمزه است و خیلی هم خوشگله، از ترکیب گوشت راسته گوسفند یا گوساله، برنج و پیازداغ و خلال بادوم و پسته یا مثلا خلال پوست پرتقال و زرشک استفاده میشه که خیلی غذای خوشمزه‌ایه و مخصوص شهر قزوینه و قزوینی هم برای شب عیدشون قیمه نثار درست میکنن. توی اردبیل یه غذا درست میکنن به اسم سوتی پلو. سوتی پلو اردبیل که خیلی هم غذای خوشمزه و البته مقویه، حاصل ترکیب برنج با شیر و زردچوبه و نمک و کرفس و آخرش هم با خرما و کشمش تفت میخوره، با برنج زعفرونی تزیین میشه که معمولا همراه ماهی دودی هم سرو میشه توی اردبیل و بعضی هم اونو توی چهارشنبه سوری درست میکنن. توی دسفول با ماهیشون باقالی پلو درست میکنن. تو اکثر شهر سبزی پلو درست میکنن، توی دسفول باقالی پلو با ماهی درست میکنن. مردم گیلان ترشی تره با ماهی درست میکنن. مردم گیلان ماهی رو توی سفره شب عیدشون خالی خالی نمیخورن، اونا در کنار ترشی تره که یه غذای خوش طعم گیلانیه میل میکنن که این غذای خوشمزه با سبزی‌های معطر و مخصوص گیلان و سیر و تخم مرغ درست میشه و با کته و ماهی سفره شب عید گیلانی ها میشه. یه سری دیگه از مردم، مثلا مردم مازندران، سبزی پلو با ماهی و تهچین درست میکنن که اینم ترکیبی از همون ماهیه و البته تهچین. بعضی جا هم آبگوشت درست میکنن، بعضی جا آبگوشت با کوفته درست میکنن و بعضی جاها کلم پلو مثلا توی شیراز، بعضی جاها آش سیرابی درست میکنن مثل خانسار و خلاصه هر شهری بنابر اون مواد غذایی که از قدیم و ندیم توی شهرش بوده غذای شب سال نو خاصی داره و واقعاً انقدر فرهنگ ما غنیه که هر شهری برای خودش یه رسم و رسوم جدایی داره و این نشون میده که ایران ما چقدر دارای فرهنگ‌های غنی و زیبایی. اگر که شما هم توی شهرتون غذای خاصی درست میشه، حتما برای من توی کامنت ها بنویسین که بهم بگید که از کدوم شهر هستید و شب سال نو چه غذایی توی شهرتون پخته و درست میشه و اگر هم که باور پشتش رو میدونید برام بنویسین. ممنون که همراه هم بودین. لطفاً برای حمایت از من لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو هم بزنین.